به نام خدا. میخوایم این دفعه در مورد مسائل دینامیکی صحبت کنیم، مسائلی که در واقع تابع زمان میشن و زمان وارد مسئله ما میشه. قصد داریم ستونی رو تحلیل کنیم که در 1 ثانیه اول تحت فشار و در 2 ثانیه بعدی تحت کشش قرار میگیره. این ستون رو میخوایم تحلیل کنیم. وقتی بحث زمان مطرح میشه، یعنی در 1 ثانیه اول یک اتفاق خاص، در 2 ثانیه بعدی یک اتفاق دیگه قرار اتفاق بیفته. وقتی بحث زمان مطرح میشه، اینجاست که ما نیاز داریم وارد بحث تحلیل دینامیکی بشیم. قطعه رو مدل میکنم، اکستروژن، با شعاع 1 متر به ارتفاع 8 متر، ستونی با این ابعاد. مسئله رو خیلی ساده عنوان میکنیم که به در واقع تحلیل داینامیک بپردازیم و توضیحات مربوط به اون. وارد پراپرتی میشه. لاستیک 280 اینو سر پواسون 14. خب نکته بسیار مهم اینه که وقتی ما بحث تحلیل های دینامیکی رو مطرح میکنیم، جرم نیز وارد مسئله میشه، یعنی وجود رو یا دانسیته نیز تو این قسمت لازمه. پس از قسمت جنرال مس دنسیتی رو 1700 وارد میکنم. پس شما علاوه بر تحلیل در واقع وارد کردن مقادیر الاستیک، مقادیر دنسیته هم باید وارد کنید، چون تحلیل ما یک تحلیل دینامیک. سکشن رو تعریف کردم و سکشن و متریال رو به قطعه نسبت دادم، همونطور که در مثال های قبلی داشتیم. در قسمت مونتاژ فقط وارد میکنم قطعه رو. در قسمت استپ برای تحلیل دینامیک 2 نوع تحلیل دینامیک وجود داره: تحلیل های دینامیک ایمپلیسیت و تحلیل های دینامیک اکسپلیسیت. تحلیل های دینامیکی ایمپلیسیت یا صریح در واقع تحلیل های دینامیک ایمپلیسیت یا ضمنی چه تفاوت هایی با تحلیل دینامیکی صریح یا اکسپلیسیت داره؟ در تحلیل های دینامیک اکسپلیسیت سرعت بالا در روش حل یا روش صریح داریم، قدرت همگرایی بالاتر در صورت انتخاب بازه زمانی کوچکتر، قابلیت تشخیص تماس خودکار در تحلیل های اکسپلیسیت، قابلیت نفوذپذیری بیشتر 2 قطعه، قابلیت تحلیل ساده تر تغییر فرم های خیلی بزرگ و دارا بودن توانایی های بهتر در زمینه مواد غیر خطی نسبت به ایمپلیسیت یا تحلیل ضمنی. پس به طور کلی میشه گفت روش اکسپلیسیت روش دینامیکی که در واقع بهترین گزینه برای تغییر فرم های بزرگ و مسائل تماس پیچیده است. پس ما تحلیل داینامیک اکسپلیسیت رو انتخاب میکنیم به عنوان تحلیل در واقع صریح و مناسب برای بحث های دینامیک. ولی به طور کلی در تحلیل های دینامیک بعضا دیگه از تحلیل داینامیک اکسپلیسیت استفاده میشه. دکمه کانتینیو رو میزنم. همونطور که در عنوان مثال عرض کردم خدمتتون، در 1 ثانیه اول تحت فشار و در 2 ثانیه بعدی تحت کشش قرار میگیره. پس من مسئله رو باید به چند قسمت یا چند استپ تقسیمش کنم. استپ اول فشار با اسم پی مشخص میکنم، داینامیک اکسپلیسیت، کانتینیو، زمان 1 ثانیه، اینکریمنت ها را در حالت اتوماتیک قرار داده شده، من تغییری به اون نمیدم. برخلاف استاتیک، اینکریمنت ها در حالت داینامیک تفاوت هایی
دارن که در مثالهای بعدی توضیح بهتون میدم. NL جیومتری در واقع گزینه‌ایه که باید با آن و آف کردنشون رو فعال کرد. وقتی در حالت آن باشه یعنی تغییر فرم‌های بزرگ و وضعیت‌های غیر خطی رو ما در نظر گرفتیم. در تحلیل‌های استاتیک پیش‌فرض اون آفه که حتی میتونیم در تحلیل‌های استاتیک اون رو آن بکنیم، ولی در تحلیل‌های دینامیک پیش‌فرض اون آنه که میتونیم اون رو در حالت آف قرار بدیم، ولی به طور کلی اگر در وضعیت آن قرار بگیره تغییر فرم‌های بزرگ و غیر خطی رو میتونیم به راحتی بررسی کنیم. زمان 1 ثانیه، آن در وضعیت رو آن قرار میدم و اوکی میزنم. مجددا استپ رو فعال میکنم، استپ تی یا کشش، داینامیک اکسپلیسیت، کانتینیو، زمان 2 ثانیه و دکمه اوکی رو میزنم. پس من اگر در منیجر رو استپ دقت کنم 3 تا استپ دارم. استپ اولیه انشاء که همیشه هست، قابل حذف شدن یا تغییر نام نیست. استپ پی برای فشار یا مرحله فشار که زمان اون 1 ثانیه، مرحله کشش که زمان اون 2 ثانیه است. وارد اینتراکشن یا تماس نمیشم چون تماسی ندارم، یک ستونه. وارد لود میشم، بارگذاری از استپ اینیشیال انکستر رو انتخاب میکنم. قطعه رو تحت با استفاده از لود در استپ پی پرژر یا فشار کانتینیو سطح رو انتخاب میکنم. فشار 100 E6 رو روی اون سطح وارد میکنم. 100 E6 روی سطح فشار وارد شد. اگر من در قسمت لود منیجر رو بزنم جدولی به این شکل به من نمایش داده میشه. لود 1 که همون فشاره که در مرحله P فشار 1 E8 رو وارد کردم. در مرحله T همون فشار 1 E8 وارد شده در مدت زمان 1 ثانیه و در مدت زمان 2 ثانیه. پس من با منیجر کردم حتی میتونم در زمان T فشار رو که در مرحله اول یا در واقع P 1 E8 بوده حالا در مرحله T تبدیل کنم به کشش با وارد کردن عدد منفی و دکمه اوکی رو بزنم. پس برای منفی کردن فشار ببینین دقت کنین، بار دیگه توضیح میدم. من لود رو که در مرحله استپ اول یا پی وارد کردم تا آخرین استپ همون لود اعمال میشه، ولی نکته مهم اینجاست که من وقتی که من منیجرش میکنم دکمه منیجر رو میزنم در مرحله استپ اول فشار رو 1 E8 وارد کردم، یعنی فشار روی سطح قطعه. گفتیم در 2 ثانیه بعدی باید کشش اتفاق بیفته. در استپ تی ادیت میکنم و فشار رو منفی E8 وارد میکنم. پس بنابراین شما میتونید لود یا بارگذاری رو که در استپ اول تعریف کردید همونطور که گفتیم قبلا خدمتتون تا آخرین مرحله بارگذاری، تکیه‌گاه و شرایط مرزی همونی هست که در استپ های اول تعیین شده، مگر اینکه ما منیجر رو بزنیم و در تک تک استپ ها به صورت دستی تغییرات مورد نظر خودمون رو اعمال بکنیم. پس به این ترتیب در استپ پی به مدت 1 ثانیه فشار و در استپ تی به مدت 2 ثانیه کشش. زمان در کجا تعیین شد؟ در مرحله استپ. زمانی که منیجر کردیم زمان پی 1 ثانیه، زمان تی 2 ثانیه. این موضوعی که خدمتتون عرض کردم موضوع بسیار مهمی، اگر متوجه نشدید ویدیو رو به عقب بزنید و مجدداً به اون با دقت بیشتری توجه کنید. وارد مش میشم، حالت پارت، مش رو انتخاب میکنم، سایز اون رو کمی کاهش میدم، مجددا مش رو میزنم. برای نظم بهتر مش حالت یوز مپد رو انتخاب میکنم.
برای اشکال استوانه نکته بسیار مهم اینه که برای اشکال استوانه بهترین حالت مش زدن حالت در واقع سویپه. یعنی بهترین روش مش زدن برای قطعات استوانه حالت سویپه که شما میتونید زمانی که قصد مش زدن روی قطعه رو دارید حالت سویپ رو برای اون انتخاب کنید. ببینید بهترین حالت حالتیه که سویپ انتخاب بشه، نه حالت فری. حالت سویپ انتخاب بشه، روی یک مسیر دنبال میکنه و مش رو به ترتیب برای شما روی قطعه میریزه. پس برای قطعات استوانه‌ای بهترین حالت مش در صورت امکان حالت سویپ. به این صورت من برای این استوانه حالت هگزار انتخاب کردم، مدیال اکسیس، حالت سویپ. برای حد اکثر نظمی که میتونم به قطعه به در واقع مشم بدم این گزینه رو انتخاب میکنم، هگزا، مدیال اکسیس و حالت سویپ. باید به مش توجه کنید، علاوه بر سایز باید نظم درستی هم مش ما داشته باشه. وارد جاب میشم، مسئله رو با نام سایلیندر حل میکنم. روی مانیتور کلیک میزنم. در تحلیل‌های دینامیکی ما به نوعی وارد فاز غیر خطی میشیم و بعضا اکثر مسائل ما در تحلیل‌های دینامیکی وارد فاز غیر خطی میشه، به خاطر همین زمانهای حل مسئله هم به همون مراتب بالاتر میره و تحلیل‌های ما هم طولانی تر میشه. برای افزایش سرعت تحلیل شما میتونید زمانهای 1 ثانیه رو به 1/10 و زمان 2 ثانیه رو به 2/10 ثانیه تغییر بدید تا این در واقع زمانها باعث افزایش سرعت حل بشه. چون برای این ماده شرایط پلاستیک تعریف نکردیم، بعضا سرعت حلش هم کمی بیشتر میشه. با تغییر سایز مش و همچنین تغییر دادن نیروی وارده یا فشار وارده بر قطعه میتونید سرعت حل مسئله رو افزایش یا کاهش بدید. اگر کامپیوترهای ضعیفی در منزل دارید میتونید با این تغییراتی که خدمتتون عرض کردم سرعت حل رو بالاتر ببرید تا بتونید روی نتایج حل بحث کنید. ما از گرفتن در واقع نتیجه از این مسئله خودداری میکنیم تا در قسمت‌های بعدی به مسائل دیگه‌ای بپردازیم. پس در واقع تحلیل‌های دینامیکی نیازی به در واقع وارد کردن دانسیته داره. نکته اساسی این تحلیل‌ها هستند تحلیل‌هایی هستند که تابع زمان میشن، یعنی شما زمانی که زمان رو دخیل میکنید در شرایط حل مسئله، این مسائل وارد فاز دینامیکی میشن و بهتره همیشه از داینامیک اکسپلیسیت برای تحلیل‌های خودتون استفاده بکنید.